دوستان عزیز، یکی از تکنیک‌های مؤثر برای کاهش سریع استرس تکنیک تنفسی 4-7-8 هست. این تکنیک شامل یک الگوی خاص از دم، حبس نفس و بعد از اون بازدم هستش و این میتونه تاثیر خیلی زیادی برای ایجاد حس آرامش و از بین بردن استرس داشته باشه. برای تمرین این تکنیک تنفسی 5 مرحله رو باید انجام بدید. مرحله اول باید یک موقعیت مناسب و راحت برای نشستن یا به پشت دراز کشیدن پیدا بکنید و بعد از اینکه تو حالت ریلکس قرار گرفتید چشمان خودتون رو ببندید و آماده بشید برای مرحله دوم. توی مرحله دوم به مدت 4 ثانیه به آرامی از طریق بینی خودتون نفس بکشید و در حین پر کردن ریه ها از هوا و اکسیژن اجازه بدید که شکم شما هم همزمان منبسط بشه. توی مرحله سوم باید نفس خودتون رو، نفسی که به مدت 4 ثانیه تنفس شده، این نفس رو باید به مدت 7 ثانیه توی ریه خودتون حبس کنید. و در مرحله چهارم نوبت میرسه به بازدم. ببینید باید بازدم خودتون رو به آرامی و به طور کامل از طریق دهان خودتون بیرون بدید و این بازدم باید به مدت 8 ثانیه طول بکشه. یعنی به آرامی باید اون هوایی که داخل ریه شما هست رو به آرامی از ریه خودتون خارج بکنید در طی 8 ثانیه. و در مدت این 8 ثانیه باید به روی تخلیه کامل ریه ها و رهایی از هر گونه تنش یا استرس تمرکز بکنید. و مرحله پنجم باید این چرخه دم، نگه داشتن نفس و بازدم رو در مجموع حداقل 4 بار، یعنی به صورت چرخه، این کار رو انجام بدید. و همینطور که این تمرین رو تکرار میکنید روی ریتم نفس خودتون و احساس آرامشی که در بدن شما جریان پیدا میکنه تمرکز بکنید. این تکنیک ساده و در عین حال قدرتمند میتونه به سرعت سیستم عصبی رو آروم بکنه و هورمون‌های استرس رو در بدن شما کاهش بده و در نهایت حس آرامش و رفاه درونی رو در شما تقویت بکنه. پیشنهاد میکنم که حتما این تمرین رو انجام بدید و اون حس آرامشی که در درون شما به وجود میاره رو از دست ندید.